دیگه وقتی که کلگی سجده برای الله میکنه، پس انسان چرا نعوذ بالله به غیر الله متعال سجده میکنه؟ بری و عجزی میکنه. بلکه ای هم در امور تشریعی هم باید سجده را تنها برای الله بکنه. قل من رب السماوات والارض، کیست؟ بگوی پیغمبر علیه السلام یا دلایلی که اقرار و اعتراف سری خصم بکنه. کسایی که توحید الله را قبول داره، الله از ربوبیت دلیل میگیره بالای توحید الوهیت که عبادت حق الله متعال است. چرا؟ در مسئله تربیت یا در مسئله توحید ربوبیت کلگی قائل است. از او خاطر الله پیغمبر علیه السلام تعلیم میده که از خصم این رقم مطالبه بکو. قل بگوی پیغمبر علیه السلام من رب السماوات والارض، مالک و متصرف آسمان ها کیست؟ تربیت آسمان ها و زمین کی کرده؟ قل الله، بگو. و از شرم گفته نمیتونه. چرا که الزام سرشان صاحب وارد میشه وقتی که خالق آسمان و زمین الله است. پس لیاقت عبادت هم تنها الله داره. دمی خلقت امرای الله کسی شریک نیسته، که کسی شریک نیست در عبادت هم شریک نیسته. اما این مردم از شرم سر پایین میندازه، جواب داده نمیتونه از خجالتی. قل الله، تو برشان بگو که الله است خالق. وقتی خالق الله است، مالک و متصرف الله است، پس لایق عبادت هم الله است. قل بگوی پیغمبر علیه السلام اتخذتم من دونی، آیا شما گرفتی غیر از الله اولیاء کارساز متصرفین؟ کسی هسته که کارسازی شما را بکنه؟ لا یملکون لانفسهم، او کسایی را که شما برای خود کارساز گرفته و او را معبود میپنداره، حاجت روا میپنداره. لا یملکون لانفسهم، ده اختیار نداره برای نفسای خود نفعا جلب منفعت ولا ضرر، نه دور کردن ضرر و از خود نه ضرر دفع کرده میتونه و نه نفع جلب کرده میتونه. در بین کل مخلوقات رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگترین مرتبه را داراست، اما او هم مالک نفع و ضرر برای خود نیسته. قل بگوی پیغمبر علیه السلام زمانی که یا مالک نفع و ضرر به خود نباشه به تو چی بده؟ چقدر حماقت است که سالا در پای اونمو قبرا بیفته یا بتا بیفته و مردم از او نعوذ بالله نکبختی و سعادت خود طلب داره. بسیار سخت است. الله متعال به دو گپ شما بگویی که آیا برای خود مالک و نفع و ضرر است؟ کسی هم گفته نمیتونه که بله است، بله را گفته نمیتونه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام هل یستوی الاعمی والبصیر، آیا برابر است کسی که کور باشه و البصیر بینا باشه؟ ام هل تستوی الظلمات و نور، آیا برابر است تاریکی ها و روشنی؟ ام جعلوا لله، بلکه یا گردانیدن برای الله شرکا شریکا، حصه دادن به امرای الله متعال بعضی حصه ها را، خلقو که خلقی، یا پیدا کردن به مثل پیدا کردن الله متعال. اگر این مردم یک کسی دیگری را نعوذ بالله شریک به امرای الله میدانه، خب به خاطری که اشتباه سرشان آمده. چرا؟ به مثل الله وام پیدا کردن کرده، مثل که نصارا سرشان اشتباه آمد. چرا عیسی علیه السلام معجزه شمی بود که مرده را زنده میکرد، یک نوع اشتباه سرش بیاید، لیکن اونجا هم اشتباه نبود. چرا که عیسی علیه السلام اشتباه را گفته بود که ان الله ربی و ربکم، یقینا الله متعال ربی من و ربی شماست، فعبدوه، یک الله را عبادت کنه. عیسی علیه السلام بیان کرده بود و گفته بود که به امر الله متعال اجرا میشه، ما خود دی اختیار ندارم. آیا این مردمی که نعوذ بالله شریک جور میکنه و حصدار جور میکنه امرای الله به مثل الله وری پیدا کردن کرده؟ خلقو که خلقی، آیا پیدا کردن به مثل پیدایش الله، فتشابه الخلق علیهم، مشتبه شده پیدا کردن بالای از یا که حال نسبتش به کی بکنه؟ خالق کی را بگویه؟ الله را بگویه یا غیر الله را؟ کدام میشه؟ قل الله خالق، یا جواب دادن نمیتونه. چرا که نیسته در میدان چیزی نیست که کسی غیر از الله متعال چیزی دیگر را پیدا کرده باشه. ادناترین چیزی را کسی را پیدا نمیکنه. بله کدام اختراعات که مردم میگه فلانی چیز اختراع شده، او اختراع نشده، او ترکیب شده. ترکیب مواد خام یکی با دیگه یک جای کرده. الله متعال که کدام تاثیرات در این مواد انداخته، با یک جا شدنشان تاثیرات دیگر پیدا میشه. این تاثیر الله انداخته، موادش الله پیدا کرده. خالق ذره هم کسی دیگری نیست. از او خاطر الله میگه قل الله، تو بگو که الله خالق کل شیء، خالق تمام چیزاست. و هو الواحد القهار، الله واحد است در خلق خود، هیچ کس همراه شریک نیست. القهار، زبردست و غالب است. کل کائنات و مخلوقات در زیر فرمان الله قرار داره. عجیب توجیه. الله متعال میفرما آیا کسی که کور است و بیناست با هم برابر است؟ کلا قطعا،
چرا بینا میبینه، را میبینه، جایی که چیستا بند میشه، شاخ میاده دمی روش، چا میاده دمی روش، کل چیزا را همینطور از امو خاطر قدم خود میور داشته باشه و در منزل و مقصد. اما کور بیچاره نمیبینه، بجز از که دست تنپتیله کنه که کدام طرف چیسته. از امو خاطر گاهی چیستا جانش در شاخ میخوره، گاهی در کدام چقوری میفته. الله متعال در اینجا مثال موحد و مشرک بیان میکنه. موحد بیناست، چرا که هر امر به بصیرت انجام میده، روی دلیل و سند انجام میده. از امو خاطر ما به الله عاجزی میکنیم، دعا میکنیم، سجده میکنیم، نماز میخوانیم، نظر میکنیم. چرا؟ به خاطر که خالقی ماست، همه کمالات الله بر ما داده. اما این مردم که برای چیزا میکنن دلیل دارن، خود در هلاکت انداختن، تباه و برباد کردن. امو سرمایه که الله برش داده، وجود خودشان، اعضایشان، عقلشان، قوه تفکرشان، این را نعوذ بالله در غلط جا استعمال کرده، تباه و برباد شده، خود در جویا میپرته. دیگه هل تستوی ظلمات و نور، اشاره به این میکنه که تاریکی ها خیلی زیاد است. ظلمات جمع است، تاریکی شرک است، بدعت است، مخلوق پرستی است، معصیت و گناه است، و نور یکی است که دین اسلام است، او یک تا هست. این دو با هم برابر شده نمیتونه. چرا؟ روشنی همه چیز واضح میسازه به انسان که اینی مفید، اینی مضر، اینی کار بکنم، اینی را نکنم. اما در تاریکی تو چی میتونی؟ هیچ کار نمیتونی، در مقصد رسیده نمیتونی. پس کسی که نعوذ بالله در راههای کفر روان است، مثل که مکمل در تاریکی روان باشه، و کسی که در اسلام روان است مکمل در نور روان است. از همون خاطر پیش از این چراغ موجود است، هیچ کس در دم رویش استاد شده نمیتونه. موحدین کسی در دم رویش استاد شده نمیتونه. چرا؟ دلیلش کیست؟ کتاب الله متعال است، قرآن کلام الله متعال است. آلی یا چی میکنه؟ دلیل که میگه فلانی عالم ذکر کرده در فلانی کتاب، فلانی عالم در فلانی کتاب ذکر کرده، نمیگه که الله میگه و رسول الله میگه. این را گفته نمیتونه. اولا به کتاب کا میده، میگه فلانی عالم ذکر کرده. چرا جایز میدانی؟ فلانی عالم ذکر کرده. من میگم عالم، من میگم نه. تو میگی هست، من میگم نیست، خلاص گپی کی قائل شود. نه، کسی که موحد است، راه توحید در پیش میگیره، قطع از نور است، روشنی وجود داره، از هیچ کس حراس نداره. انزل من السماء ماء فسالت اودیه. حالی یک کمی خفگان به بعضی مردم ها پیدا میشه، خصوصا دعوتگرا. محنت زیاد کرده میباشه، تکالیف و جنجال زیاد دیده میباشه، پدر آق کرده میباشه، از خانه کشیده میباشه، مردم در مقابلش خسته میباشه، از مسجد کشیده میباشه، مسجد از جماعت بند کرده میباشه. حالی دیگه بسیار مایوس میشه، سخت مصیبت دیده است و میگه که چرا ما که خدمت دین الله را میکنیم، چرا اینطور هستیم، در اقلیت قرار داریم، زور نداریم؟ نه، الله متعال برات مثال بیان میکنه. یه هیاهوی چند روزه با مثل اونمو قفی است که در سر آب میاد. سیل که میشه، سیل آب که میاد اونجا خودی آب زیر است، گم است، اما در سرش خط و لای و خس و خشپل و چیزا مکمل میآید، امی آب مکمل گم کرده میباشه. اما در یک جای سرحدی که میرسه میبینی که خس و خاشاک و امو قفا میکفه و خس و خاشاک در جای بند میشه. آب که سبب حیات مردم است در جای خود استاده باقی میمانه. دو درس براتان میده. دعوت دین حق آب است. فکر کو که مایه حیات و زندگی است، بدون از این انسان زنده نمیمانه. از او خاطر لازمه زندگی ما دعوت است. اگر ما قطع زندگی خود دعوت نداشتیم، اینطور فکر کنه که قطعا مرده، هیچ بیخید زنده نیستی. از همون خاطر است مسلمان و بی دعوت قطعا امکان نداره. اگر کسی جمع میکنه مسلمانی را ادعا داره، بعد چرا؟ دعوت اونمو آبی است که سبب حیاتت است. اما دوم درس که برای ما در این آیت داده میشه ایست که برای ای را مشکل است. اینطور حالت میرسه که آب زیر است، خس و خاشاک او را فرا گرفته. غالب در ظاهر بالکل غالب معلوم میشه. ما شما دیدیم زمانی که روسا حمله کرد بالای افغانستان، هیاهوی بود، مردم ها امی میگفت که رفت دیگه افغانستان خلاص شد، بخارا و سمرقند گشت. اما زمان مجاهدین همت کردن، خود گوشه کردن و نمود تبلیغات و سر و صداها خس و خاشاک بود، کلش مزمحل شد. پس مجاهدین مثل چی واره؟ بگوید مثل یک چیزی با ارزش واره در جهان امیتور وانمود شدن. ممالک اینطور مملکت های در دنیا بود که افغانستان حتی نمیشناخت که افغانستان کدام دولت است و چه قسم است. اما جهاد گرفت با کل عالم دنیا ای را آشنا ساخت، برملا ساخت، واضح شد.
الله متعال میطور است، حق همیشه پیروز است، باطل چند روز هیاهوی داره، سری آب گرفته می باشه اما آخر الامر مزمحل میشه، از بین میره. اول همین میطور سر و صداهای مردم باطل پرست میطور می باشه، اما یادتان باشه که چند روزه می باشه آخر الامر چی میشه؟ مکمل از بین میره. امریکا که حمله کرده بود دی افغانستان هیاهوی بود که رفت، چرا که مردم حکومت و همه گپام قطش بود، اما امروز رای گریزی خود پیدا نمیکنه که کدام طرف خود خلاص کنه، جرگه ها را جمع میکنه که مگرم بگویه که برو. به این خاطر این گپا را میگه الله متعال در اینجا بسیار مثال چی را بر ما میده. یک موضوع. دوم موضوع یا این مثال برای عزیزته برای موحدین است. موحدین زمانی که میره در یک مرکز دعوت دیگه یا حیثیت جویا را داره، یک جای کلان است آب زیاد میگیره، یک جای خورتر است کمتر دیگهش کمتر، اینمی قسم از کتاب الله متعال استفاده به اینمی سیستم می باشه، کسی زیاد میگیره کسی کمتر میگیره، مطابق ظرفیت خود اینمی برداشتا را داره. از همون خاطر انسان در درس قرآن و حدیث بسیار دقیق باشه، وقت در تلفن بازی تیر نکنه، وقت در قلم تراشی تیر نکنه، وقت در چیزا پسپسک تیر نکنه، خصوصا خواهرها. ای آبی است که تو هر روز گرفته رایستی مطابق ظرفیتت، چقدر متوجه بودی، چقدر دقیق بودی، چقدر فکرت گرفته بودی و چقدر برداشت کردی از این درس، پس رفتی قطع خود تکرار کردی که از این درس ما چی آموختم. از همون خاطر است کتاب الله متعال به هر کس نصیب میشه، اما به اندازه قابلیت هر کس، به اندازه تلاش و اجتهاد هر کس. همون طور نمیشه یک آدم قرار در خانه نشسته میگه من مفسر قرآن شوم، نمیشه تا که محنت نکنه. اگر همی جا آمده در درس هم حاضر است لیکن خوابش میره، در درس حاضر است لیکن قلم خود جور کرده رویست، آیت این در چندم میرسه هیچ نفهمید که آیت چی ترجمهش بود و چی مقصدش بود. اینطور نشوید. باز خصوصا خواهرها را به خاطر میگم که شما احسان مخلوق الله سر شما است. احسان مخلوق الله به خاطری است که شما پول نمیده، در دروازه خانه تان موتر استاد میشه، شما بالا میشه به عزت و قدر در مسجد الله میه. اگر یک لحظه یک ثانیه وقتی تان هدر و به هدف تیر میکنه، بلکه هدر و هدف خود چی سبب اذیت دیگران میشی، دیگران از درس میکشی، باز بیبی که جرمت یکی برده است. بفهمی این مخلوق الله که پول برات میده، در یک ماه چقدر مصرف داریم؟ ضیاء الحق صاحب در یک ماه 90,000 افغانی در یک ماه مصرف داریم. خواهرها 90,000 افغانی را اگر من کتاب بگیرم کل افغانستان برش بس است، کتاب توحید پخش کنم بس است. لیکن سعی کو به خاطر عالم کردن شما، به خاطر از اینکه شما باز مرکز دعوت آینده جور شوه، اینی مرکز مبدل به 100 مرکز بگرده، این مرکز بدل به 100 مرکز شوه، به این خاطر اینی مصرف سر شما میشه. و کسی که کمکم میکنه امیطور اراده و آرزو داره که یک روز امی خواهر در هر جایی که است اینمی قسم درس بده به خدمت توحید الله را بکنه، خدمت حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکنه، او به این نیت پول میده. اگر تو آمدی موبایل بازی رو شروع کردی، در جایی که درس آمده اگر تو واقعا درس بخونی موبایل تا بند میکنی قطعا، تا که درس خلاص نشده یک موبایل دیگه هیچ قطعا گپ با نامزاتی تام بیرون در دالیز نمیبری، قطعش گپ نمیزنی. این درس خیلی اهمیت داره از او گپا، نامزات هست اینقدر گپا قطعش بزنی که پرسان نکو، خسته شوی از گپایش بگریزی نکو، این درس برات نیسته. و ما بارها براتون گفتم، شما برادرانم میگم که اینی درس ها یک نعمت خصوصی الله متعال است که برابر شده نیسته. یقین به الله بکنی نیسته. ای که الله برای ما داده موقع ما شکر الله را زیاد میکشیم که زمینه برای ما مساعد شده، شما هم شکر الله را زیاد بکشید که همین موقع برای ما بیاثر شده. از زینمی استفاده بکنی، یک روز یک آیت استفاده بکنی. اکثر برادرای ما بیرون میبره، بیرون داخل میشه، میبره داخل میشه، بیرون میگرده. او برادر تو درس آمده اینجا خب دقیق بشی، نوشته کو. اینی قرآن کریم من نوشته کردم، شما نوشتهش میبینی. یک گپی می باشه که خیلی اطلاعی، یقین بکن اگر استاد گفته باشه. من دمی ترجمه خود انشالله اینطور گپا را گفتم که 100 تفسیرم سعی کنی نیسته. اما طور آمده در موقع درس نوشتن علم شکار است، نوشتن چیست؟ قید است، بند میکنیشه. نه قلم نه کتابچه نه یک ورق هیچ همراهتان نیسته. نه یک گپی خیلی
مهمیه دکشنگ کتابچیت نوشته که سبا روز باز در دردت میخوره. تو اگر اراده پس تدریس داشته باشی بی نوشتن نمیتونی که نابغه شوی. کسی طور نیست که تفسیر میتور بیا پس کنه بخونه. امیالی استازا و کلانا و بزرگایتان امیالی میه با شرح حدیث خو. اگر شرح حدیث قطعش نباشه نمیتونه. اینا یاد داشته باشه، زحمت بکشه، محنت بکنه، از این موقع استفاده بکنه. دینمی آیت بر ما امی مثال بیان میشه که دعوت توحید کتاب الله متعال دین الله به مثل باران است. باران که میایه هر جوی مطابق ظرفیتش آب برداشت میکنه. کلان باشه کلان، خرد باشه خرد. اونمو قسم شما باید جوی کلان باشه که فراوان آب داشته باشه که زود خلاص نشوه، زود از بین نروه. از او خاطر الله برای ما بیان میکنه. میایه انزل من السماء ماء، فرو فرستاد الله از طرف بالا آب. فصالت اودیتون، جاری شد روان شد. اودیتون رودها و جویها، به قدرها به اندازه هم رودها، هر جوی به اندازه خود آب فرا گرفت روان شد. فاحتمل السیل زبدن، ورداشت از سیل اینمی آبی که جاری شده بود زبدن کفه، رابیان آماسیده پندیده در سر آب کف آمد. و مما یقیدون، از آن چیزی که در میدن علیه بالای او چیز فنار در آتش، ابتغاء حلیت، به خاطر طلب کردن زیورات، او متاع، یا برای نفع گرفتن اسباب و وسایل دیگه. سری ازم زبدم مثلو، کف به مثل کف آبواره سری ازم بالا میشه. زرگرا وقتی که طلا و نقره را چیز زیورات چی میکنه؟ وقتی طلا و نقره را دم کورگک دا چی میندازه؟ با سعی میکنه که همون چرک و خاک چی میشه؟ سری طلا و نقره را یک دم گرفته میباشه. اما بازو چرکار زرگرا چی میکنه؟ دور میکنه، اصل طلا و نقره باقی میمانه. اینجا وقتی باران شد، باران یک دم در جویا روان شد. جویا در سرش کفا خس و خاشاک شروع شد. اما ببینیم که چی میشه. قرآن کریم بر ما میگه كذلك يضرب الله الحق، اینمی قسم الله مثل که مثال براتان بیان میکنه، واضح مثال الله بیان میکنه. الله الحق مثال حق و الباطل مثال باطل. فاما الزبد، ارچی کف است، فیذهب میرود جفاء خشکیده، هیچ چیز باقی نمیمانه، میکفه یا یک طرف میشه دیگه خلاص. و اما ما ینفع الناس، ارچی که نفع میده مردم، فیمکث فی الارض، او درنگ میکنه باقی میمانه در زمین. كذلك يضرب الله الامثال، اینمی قسم الله مثال را بیان میکنه. در حقیقت اینجا دو مثال است. یک مثال باران است که از طرف بالا میاد. الله تشبیه میده قرآن کریم هم مثل باران. باران اونمو چیزی است که سبب حیات زمین است. زمین که گلگون میشه، تر و تازه میشه، رونق پیدا میکنه توسط نزول باران است. انسان ها عیناً حیثیت زمین داره. قرآن کتاب الله از بالا آمده، سبب رونق و زیبایی ما قرآن است. به همون مقداری که قرآن در قلب جا داره، به همون مقدار زیبایی، به همون مقدار قدر، به همون مقدار منزلت پیدا میکنی. چقدر که عامل قرآن هستی، فهم قرآن قطعت است، رابطیت با قرآن است، همون قدر قدر و منزلت الله برات میده و تو را زیبا میسازه، تو را گلگون میسازه. سرزمینی که باران دی شده، حتما و زمینش فایده به مردم میده، یا گیاره یا میوه یا بوته، این چیزا را حتما میده. حامل قرآن کریم هم میتوره است، حتما به مردم فایده میده. اما اینجا گپ است که مثل زمین بعضی اودیه یا جویها و رودها کلان است، بعضی خرد است، کوچک است. هر کدامش مطابق ظرفیت خود امی آبی باران ورداشته. اینمی قسم انسان هم میتوره است. برداشت اینمی رقم است. از یک مدرسه، از یک ترجمه قرآن کریم 1000 نفر فراغت حاصل میکنه، سند میگیره. اما در بین از وا مردمایی هست که قرآن بیخی خیلی معلوماتی کافی داره. یکی هست که تا خیلی دو روز مطالعه در تفسیر نکنه، یک رکوع هم تشریح کرده نمیتونه. چرا؟ برداشتشون مقدر است. در اینجا دیگه ترغیب به سوی عزیزته که از این طور باران استفاده به کار است. قابلیت زمین اهمیت داره. زمین خوابش که او راستی هر چیز سبز بکنه، تینتش پاک باشه. مومن زمانی که تکبر دور میکنه، اسباب و عواملی که سبب بدبختی انسان است او را از بین ببری و واقعا به قرآن خود عاجز کنی، خود نیازمند بسازی و بگویی که من بسیار ضرورت به قرآن دارم و بعد از او در خود او را تطبیق بکنی، بالکل همونطور فایده سرت برد رسانده میشه. لیکن حامل قرآن همونطور عادی آدم نیست. همونطور نیست که باران شد
جوی پر شد مردم از پیشش او میخورن. نه، سیل که باران از او شوه خیلی تو خاک بالا میشه. این آبی روشن اما کمل میگیره چی میسازه؟ تیره میسازه، خس و خاشاک سرش میشه. زمانی که تو قرآن به کسی بیان میکنی شروع میکنی برای منفعتت، اینمی خیلی تو خاشاک بالا میشه. اینمی حق دعوت صاف و پاکی تو را میگیره ملوث میکنه. امروز دعوت توحید الله چقدر ملوث است بنزد مردم. با یهودیت مرادف یهودیت و نصرانیت نیست. مردم ها دعا نمیکنه که یا الله یهود نصارا وابیا را تبا کن. وابیا را نمیگه. وابی امروز در وطن ما کیست؟ کدام مذهب است؟ کدام دل است؟ وابی در وطن ما کسی است که دعوت به سوی توحید الله و سنت رسول الله میده. تو را در ردیف یهود و نصارا قرار داده. آب صفای تو را قطع خاک آلوده کرده. در نظر مردم، در نظر مردم قطع خاک آلوده. حتی کس آماده نیست که پشت سرت نماز بخونه. حتی کس آماده نیست که یک ساعت بیا در درس قرآنت بشینه. خس و خاشاک بالا میشه سری تو آب زیر هستی. ای هیاهوی شروع میشه که پرسان نکن که کجا شدی وابی، که یک دفعه ما ایرا چطور میکنیم. لیکن یادتان باشه این تهدیدا، این سیاستا، این هیاهوی از این نترسی. از این نترسی. درس قرآن که کسی میکنه در مقابلش مردم میخیزه، اما زود مزمحل میشه، از بین میره. خود به خود آب در جای خود در زمین چی میشه؟ باقی میمونه. مردم از پیش استفاده میکنه. مردم از این آب میبره، سبب حیاتشان میشه. درس قرآن ادامه بده در یک جای نی در دیگر جای. خیر از خاک و خاشاک قطعه است. در یک جایی که خب اوار دیدی که اونجا من استاد شده میتونم، آب که در جای اوار آمد امونجا قرار استاد باقی میمونه. باز گل و خاکشی میشه، قرار میشینه، آب بالا میشه. اونمو طور جای مرکز برای خود جور کو، دعوت قرآن کرده برو، باز مردم از پیشت میه خورده میره آب. این مثال اینمی حاملین قرآن کریم است. دوم مثال برای کیسته؟ تلاوت و نقره. حیثیت یک عالم یا مقام یک عالم حیثیت تلاوت و نقره است که وجودش یک دم قیمتی و با ارزش است. اما با تاسف اینمی عالم تا وقتی که در کوره مانده نشود، در کوره اما خس و خاشاک و گپا دور نمیشه. دعوتگر حق و عالم برجسته کسی که حق پرست است باید سری خود متحمل شود که باید کوری زرگری را تیر کنم، در زیر ماتش آب بخته شود که چی شود؟ اینجا فرق شود. امو چیستا چرک یک طرف شود، طلا دیگه طرف برای اونجا باز از تو زیور جور شده میتونه، اونجا از تو اسباب منفعت گرفته میشه. تا وقتی که چرک قطعی طلا و نقره باشه کسی کار ندارشه و قدر و منزلت هم پیدا نمیکنی. قدر و منزلت وقتی پیدا میکنی که اینی مراحل تیر بکنی. این مرحله باید سر ما تیر شود. از همون خاطر از این سختی ها خسته نشوی، از این کم کم گپا خسته نشوی که پدر یا ماما یا کاکا یا قوم یا اقارب قطع تعلقه میکنه، سلامی تو علیک نمیکنه، تو را بیخی میکشه، قومی فیصله میکنه که جنازه زیر نمیخوانیم، مردیش در قبرستان نمیوانیم. در این گپا قطعا ناامید نشوی. بعد تو یک مرحله امتحان بزرگ الله را تیر کنی که پخته شوی. یقینا چرا از اول ابتدا اگر تو شروع میکردی دعوت با مجرد یک حالت ناگوار پیدا شدن عقب نشینی میکردی. نه، آلی بان که مراحل طی کنی که یقینی سری تمام صفات الله پخته شوه. بعد از او که کود پیشت میایه هم مبارزه قطعش میکنی به یک تن، به یک چیسته فرد. اینی مشکلات باید بگذرانی. دکوری زرگری بعد از او حیثیت تو واضح میشه، معلوم میشه، حیثیتی که مردم از پیش استفاده میکنه. من یک مثال براتون میگم. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله امروز اینطور کتابخانه نیست و اینطور عالم نیست که از کتاب شیخ الاسلام در تمام موضوعات خود استفاده نکنه، در تمام موضوعاتی که در مورد دین نوشته میکنه یا از شاگردش. لیکن شخصی بود که محنتها را کشید، کوره های زرگری را یک تانه به صدها کوره را تیر کرد. بعد از الله متعال این مقام بر نصیب کرده. علمای دین ما همینطور است. همین امام ابو حنیفه رحمه الله در دیار ما شهرت داره، اگرچه مردم تاریخش خوب نمیفهمه، خو همونطور بنام مشهور است. او آدم هم همینطور نیست که عادی در این قدر شهرت رسیده. محنتها را تیر کرده، بندی شده، سری قضا لط خورده که چرا قضا را قبول نمیکنی. اما او تسلیم به اینمی باطل نشده، رای حق مسیر حق انتخاب کرده. الله متعال اینمی مقام برش نصیب کرده. در اینجا هم قرآن کریم بر ما مثال بیان کرد که اینی گپا آمده است. پس خلاصه سخن
همیشه از هیاهوی و تبلیغات باطل نترسیم. حالا دموکراسی است، حالا مردم اینطور شد و اینقدر اکثریت است، پشت اکثریت ها نروی، ادامه بدی. کجا؟ بگی ادامه بدی رای حق دعوت تاره. الله متعال در این ثمر بندازه. شرط ایست که ما به اخلاص باشیم، به مو شیوش دعوت بدیم، قطعا بی اثر باقی نمیمانه. الله همونطور بکنه.